يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا به شما چیزی نشان دهم که گناهان را پاک و منزلت و درجات انسان را بالا می بردارد؟ گفتند: بله یا رسول خدا. فرمود: وضوع گرفتن، یعنی طهارت گرفتن در حالت سختی، رفت و آمد زیاد به مسجد و انتظار نماز دیگر پس از نماز فعلی، اینها هستند رسمان برای چنگ زدن.